میخوایم این مطلب کانال تلگرام رو بگیریم، بازنویسی و ترجمه کنیم، بعد توی کانال تلگرام خودمون منتشر کنیم. ببینیم چه جوریه. خب ورکفلو کامل بشه. کامل شد. بله، عکس رو گذاشت، مطلب رو ترجمه کرد، بازنویسی کرد و آخرم لینک وبسایت کانال ما رو گذاشت. بریم ببینیم چه جوری این کار رو انجام میدیم. سلام دوستان، من وحید هستم، مدرس و محقق حوزه هوش مصنوعی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه در زمینه تولید و محتوا، ولی خب به یه روش متفاوت. توی این بخش ما میخوایم تولید محتوا رو از کانال‌های تلگرامی شروع کنیم. همونطور که میدونید توی قسمت تولید محتوا و محتوایی که منتشر میشه، تلگرام مخصوصا تو ایران سهم عمده ای رو داره. حالا به خاطر امکاناتش و اینکه اکثر یوزرهای ایرانی توی تلگرام هستن، به خاطر همون خیلی کاربر داره توی ایران. ما میایم چی کار میکنیم؟ ما میایم مطالب کانال تلگرامی پابلیک رو که مرتبط با مثلا شغل خودمون هستش، مثلا الان من کانال کریپتو رو دارم تبدیل میکنم. مثلا این کانال کریپتو اخبار میذاره، تحلیل میذاره، هر چیزی. ما میخوایم اینو هم به زبان فارسی ترجمه کنیم، هم بازنویسیش کنیم، بهینش کنیم و بعد توی کانال تلگرام خودمون، توی سایت وردپرسی خودمون یا هر جای دیگه ای که بخوایم میتونیم اینو منتشر کنیم. خب ببینیم چجوری این کار انجام میشه. این کار دو بخش داره. بخش اولش تبدیل مطالب کانال تلگرام به RSS فید هستش. بخش دوم هم بخش روند کاری یا ورکفلو هستش. بریم واسه بخش اول. ما برای اینکه بتونیم مطالب کانال تلگرام رو تبدیل به RSS بکنیم، من یه برنامه نوشتم که توی ریپازیتوری گیت هاب هم موجوده، میتونید ازش استفاده کنید. آموزش نصبش هست. فقط برای نصب شما نیاز به سرور اوبونتو دارید. و اینکه چرا میگم سرور اوبونتو؟ چون 24 ساعته در حال کاره و شما هر لحظه میتونید اخبار جدید رو بگیرید، ولی میتونید روی سیستم خودتون هم انجام بدید، چون برنامه زیاد پیچیده نیست. نود جی اس روی سیستمتون نصب باشه، فقط باید فیلتر شکنتون روشن باشه که بتونه با API تلگرام ارتباط برقرار کنه. ولی خب حالا برای راحتی کارتون سرور اوبونتو تهیه کنید. بعد با این دستورات گیت کلون ریپازیتوری رو کلون کنید، داخل تلگرام تو RSS برید، با این پکیج های مورد نیاز نود رو نصب کنید و با این دستور اجراش کنید. خب ببینید من اینو روی سرورم اجرا کردم. با این دستور روی پورت 80 ران شده و این کانال الان داره این کانال رو استریم میکنه مطالبشو. من یه تایمری تنظیم کردم برای اینکه مطالب دقیقا به روز بشه. فاصله زمانی بین 10 تا 15 دقیقه یک بار رفرش میکنه، مطالب جدید رو میگیره. خب اینم آدرس سرورم هستش که با استفاده از این ترکیب شما میتونید مطالب کانال های تلگرامی رو بگیرید. حالا اینا چیه؟ این که آدرس دومین کاری نداریم، شما به جاش آدرس IP قرار میدید. بعد از این میایم چنل. اینجا بعد از چنل آدرس یعنی یوزرنیم کانال رو قرار میدید، حالا هر چی باشه. مثلا یوزرنیم این کانال ببینید این کریپتو تا ENG هستش، اینو قرار میدید. n=10 هم تعداد مطالبی هستش که توی نیتن به شما نمایش داده میشه. یعنی اینو تعدادش یک بذارید، توی نیتن یک مطلب آخر رو بهتون نمایش میده. خب این از این. ما اینجا کار تبدیل مطالب کانال تلگرام به RSS رو انجام دادید. میاییم این لینک RSS رو کپی میکنیم، این تا اینجا بمونه. قبلش یه دونه لایک سابسکرایب کنید کانالو که من بیشتر و با انرژی بالا بتونم براتون ویدیو بسازم.
خب میایم توی N8. ما یه دونه RSS فید تریگر باید اضافه کنیم. میایم اینجا RSS فید تریگر رو اضافه میکنیم. توی قسمت ببینید توی تایمش ما میتونیم اینو هر دقیقه، هر ساعت، هر روز، اینو خودتون میتونید هر چی که دوست داشتید تنظیم کنید. من معمولا توی 1 ساعت میذارم. فید URL هم آدرس اون URLی که کانال تلگراممون RSS کرده بود روی سرور خودمون اونو کپی میکنیم، فچ تست ایونت رو میزنیم. ببینید کلا آخرین مطلب رو برامون آورد. حالا ما اگه اینو 10 مثلا 3 بزنیم، اینجا یه دونه میاره ولی موقعی که پروسس میکنه 3 تا رو با هم پروسس میکنه. حالا ما همینو 1 میزنیم. خب این از این. بذارید روی این نود آماده تست کنم. every hour. خب fetch test event. خب این خروجی مونه. ببینید تایتل فوتوه یعنی فوتو مسیجه، یعنی عکسی که زیرش کپشن داره. ما میایم اینو چیکار میکنیم؟ میایم اینا رو تبدیل میکنیم. چه جوری؟ حالا بهتون میگم. ما اینجا خروجیمون رو گرفتیم، تا اینجا که مشکلی نداریم. بعد میایم یه AI ایجنت تعریف میکنیم، میگیم با توجه به این متنمون چیه؟ متنمون همون خروجی RSS فیدمون بخش کانتنتش هستش. با توجه به این متن یک مقاله سئو دوستانه با حداکثر 100 کلمه بنویس. اینو میگم چون کانال تلگرام توی فوتو مسیج بیشتر از 1000 تا کاراکتر رو ساپورت نمیکنه. حالا من با احتساب اینکه هر کلمه 10 کاراکتر باشه بهش گفتم که 100 کلمه بنویسه. یه سری قواعد بهش گفتم که فاصله ها رو رعایت کن و فلان. لینک تراکنش ها رو در متن بنویس چون بعضا لینک تراکنش های بلاکچین رو نمی نویسه. اوکیه. فقط یادتون باشه که اینو define below بذارید. source for prompt و define below بذارید که خودتون دستور رو بهش بدید. تست استپ رو میزنیم، میاد متن رو بازنویسی میکنه اونجوری که ما میگیم. اوکی. بعد میرسیم بخش تلگرام که اینو ما بفرستیم توی کانال تلگرام خودمون. خب چی کار کنیم الان؟ ببینید شما توی تلگرام میاد توی بات فادر یه بات درست میکنید با نیو بات، بعدن یوزر اکسس توکن میده بهتون، اینو ور میدارید، میایید کریت نیو کریدنشیال رو میزنید، توی قسمت اکسس توکنی که بهتون داده رو کپی میکنید، سیو رو میزنید. اوکی. الان این اد شد. حالا من اسمش رو تغییر میدم، تلگرام تو RSS. این اسم بات ما شد. خب سیو تلگرام تو RSS. آها اینو بهتون بگم، این نودمون نود سند فوتو مسیج هستش. ببینید سند فوتو مسیج این نود هستش، یادتون باشه. خب این روی مسیج واسه اپریشن سند فوتو چت آیدی. چت آیدی خیلی مهمه. چت آیدی یعنی چی؟ چون ما این مطلب رو واسه ربات میفرستیم، این ربات تلگرام دیگه، ربات تلگرام از کجا بفهمه که این مسیج رو کجا باید بفرسته؟ ما باید بیایم چت آیدی کانال تلگرام خودمون که ساختیم و بهش بدیم که بفرسته تو کانال تلگرامی خودمون. برای این کار چیکار میکنیم؟ ما میایم یه دونه کانال جدید میسازیم. بذارید من بسازم. خب ببینید من یک کانال تلگرامی ساختم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم این بات رو یوزرش رو کپی میکنیم، توی کانال تلگرامیمون به عنوان ادمین ادش میکنیم. خب اوکی. بعد اینکه به عنوان ادمین اد شد، ما میایم برای اینکه چت آیدی رو بگیریم یه پیام توی کانالمون میفرستیم. جیسون روی بوت جیسون دامپ بوت که آدرسش رو میذارم، میایید این مسیج رو فوروارد میکنید بهش. سند رو که زدید اینجا مشخصات براتون میاره. توی قسمت فوروارد فرام چت آیدی
همون آیدی کانال تلگرامی مورد نظرتون هست، یعنی کانال تلگرام خودتون. میایید اینجا قرارش میدید. توی بخش فوتو، بذارید پاک کنم، فوتو میایید از کجا استفاده میکنید؟ از توی بخش RSS تریگر، فید تریگر، بخش URL رو برمیدارید به صورت دراگ اند دراپ میندازید اینجا. توی قسمت کپشن هم بخش آوتپوت کانتنت رو قرار میدید. اوکی، این هم از این. تا اینجای کار اوکی دیگه. تست استپ رو میزنیم. بله، ببینید همون مطلب بازنویسی شد، اصلاحاتش روش انجام شد، عکسش هم ما برداشتیم. البته شما میتونید عکس رو با استفاده از یه نود AI ایجنت دیگه که مثلا اینجا شما یه چت مدل اضافه میکنید. حالا من اوپن روتر چت مدل توتوریال نه، اوپن روتر اکانت. اینجا میایید با چت جی پی تی 4o مینی یه دونه پرامپت مینویسید، define below. اینجا مینویسید من یک عکس با موضوع چی؟ با موضوع این. میخوام در قالب عکس سیاه و سفید برام تولید کن. خب این از این. شما با استفاده از این AI ایجنت میتونید عکس جنریت کنید و خروجی اینو بدید به ورودی اینجا فوتو کانال تلگرام. یعنی به همین راحتی میتونید اگرم نخواهید عکس موجود توی کانال تلگرام رو کپی کنید، میتونید خودتون عکس هم جنریت بکنید به همین راحتی. خب تا اینجا اوکی دیگه، همه چیز رو گفتیم. فکر نکنم دیگه چیزی مونده باشه. فقط اینو در نظر داشته باشید که شما میتونید این مطلب رو توی سایت وردپرسی خودتونم منتشر بکنید. برای اینکه توی سایت وردپرسی منتشر بکنید نیازمند یه تایتل هستید. تایتل هم میتونید با یه AI ایجنت دیگه که با توجه به این متن، کدوم متن؟ همون متنی که متن کانتنت ما هستش، با توجه به این متن یه عنوان بهینه شده بهم بده که میاد یه عنوان بهینه شده واسهتون جنریت میکنه. توی نود وردپرس تایتل رو از این نود میگیرید، کانتنت رو از نود اول. اینجوری این مطلب رو توی کانال توی سایت وردپرسیتون هم میتونید منتشر کنید. بازم هر ایرادی، اشکالی توی RSS تلگرام تو RSS داشتید یا توی ورک فلو داشتید، توی کامنت ها بپرسید، تا جایی که امکان داشته باشه جواب میدم. در انتها لایک و سابسکرایب یادتون نره. موفق و مؤید باشید.